از راغ برآمدم به افتال گشتم جان از بخشی پریزاد قلندر گشتم جان در یفتلی نامراد هر روزم نگذشته جان یا قبضه گله گرفتش سرگشته قرنها این صدا در کوه و پشته‌های مردم ما صدا می‌دهد. صدایی که از عمق دلها بیرون می‌آید و باز هم به دلها می‌رسد. صدایی که رازگوی مردم ما است. درود دوستان عزیز، برنامه گنجور است و ما در این برنامه اطراف یک ژانر خیلی قدیمی مردم تاجیک، ژانر فلک صحبت خواهیم کرد و ما در حلقه هنرمندان محبوب ناحیه شمس‌الدین شاهین قرار داریم. سپاسی زیاد که امروز در این برنامه ما را همراهی میکنید و ما گنجینه های بی‌بها انمون سرودهای مردمیه که قرنهای قرن از مردم از نسل به نسل تا به ما رسیده است امروز پیشنهاد بیننده خواهیم کرد و خوشبختانه ماه دکبر سال 2021 در رویخط غیر مادی یونسکو فلک ثبت نام شد و این هم یکی از دستاوردهای بی‌نظیر مردم تاجیک است. چون ما به استقلالیت رسیدیم، خاصتا در زمان استقلال ژانر فلک دوباره جان گرفت، دوباره به علم موسیقی وارد گردید و این ژانر در تمام تاجیکستان احیا گشت و در کمیته تلویزیون و رادیوی نزدیک حکومت جمهوری تاجیکستان انسامبل فلک به فعالیت شروع کرد و امروز در تمام گوشه و کنار تاجیکستان علاقه انسامبل فلک است. در ناحیه شمس‌الدین شاهین مردم انقریب همه فلک میخوانند و همه شیفته و
عاشق این ژانر هستند. در همه خانه اگر اشتباه نکنیم مثلا ما میتوانیم که دمبره پیدا کنیم، چون از میان همین کوهستان این ژانر بیرون آمده است. خاصتا در اینجا بیشتر فلک راغی معروف است که مردمی راغ میگفتند. خب بیاد اطراف این حرف زنیم که اصلا چگونه است. تا جایی که میدانیم هر دهه شیوه اجرایشان از اجرای دیگر دهه تفاوت دارد. برای تقویت فکری شما همین گفته هستیم که در گذشته های خیلی دور مردم همین ناحیه کوهستان شمسنی شاهین پیشتر شوراباد و پیش از شوراباد این موضعی که ما شما امروز استاداییم و مردمش با فلک سر و کار داشت، این مردم این ملک تیرای میگفتن. تیرای میگفتن و تیرای در سرچشمه های تاریخی مثلا در کتاب تاریخ تبری، در قیاس اللغات، در فن دیگر خوب به معنای مکانی که اونجا غله خوب میخیزد، چوروای خوب میخیزد و مردانی سالا رو برومند میخیزد. به همین معنا در همونجا تشکیل داده شد. واژه زیبا هم هست. بله خیلی واژه زیباست. اکنون با قول خرندش اینجا به فلک رسیده، پای و قدم ملک رسیده. ببینید که خرندش چقدر زیبا و چقدر قشنگ اینجا را به رشته تصویر کشیده است. بودند که مردم در حقیقت با فلک سواری خیلی شغل داشتند. در بودی‌ها وقتی که ما خورد بودیم این چیز خیلی با مشاهده میگرفتیم و یک سه به یاد آوردن درست است که وقتی که سالهای 33 شاعری بزرگ، شاعر خلق تاجیکستان سعید میرشکر اینجا کاتبی کمسمال کار میکردن و در همونجا در کتاب یادنامه عجایبات نوشتجات خوبی دارد. میگه مردم ناحیه شوراباد همه موسیقیدان و موسیقیگویند و همه حافظ و همه به موسیقی شوق و رغبت دارد و خانه ای نیست که در آنجا دف و دمبره آویزان نباشد. در حقیقت واقعا همین چیز خیلی طبیعی برآمده است. امروز هم همون عنعنه‌های پیشینیانمان هست، ادامه دارد. همه چیز به هم گوش میدهند که ما در یک زمان قرار داریم، در یک زمان زندگی میکنیم که عصر جهانی شوی میگویند. فرهنگ ها میخته میشوند، بیشتری فرهنگ و زبان ها از میان میرود و در همین دوره به نهایت حساس ما نیاز به همین احیای فرهنگ قدیمی خود داریم. نیاز به آن داریم که همین گنجینه های بی‌بها در گنجور ملت ما حفظ شود. ببینید امروز در دوره و در هدف هویت ملی حرف میزنیم. واقعا هویت ملی چیست؟ همین خودی واژه هویت چیست؟ این هویت همین کلمه هویت یا واژه هویت در سرچشمه ها، در فرهنگ ها، در همین بیان ها به معنای خودشناسی اومده است و اونجا میگه که خود نه تو با همراهی کسی هستی و کسی که هست تو خود رو میشناسی و سوال میدی که من کیستم و از کدام سرچشمه آب نوشیدم و باید من بدونم که من کیستم. یکی از همون واژه هایی که خیلی خوب و همین مردم میشناسد و خودشناسی رو در قلب در ضمیرش پرورش میدهد، این هست فرهنگ. در برابر تاریخ زبان این فرهنگ است. وقتی که ما از فرهنگ میگن که بعضی ها بزرگان گفتن که وقتی که خواهی مردم از اصل خش دور بسازی او رو از فرهنگش دور بساز، از زبانش دور بساز. وقتی که ما از فرهنگ و از زبانمون دور شدیم خود رو نمیشناسیم، خود رو نمیدونیم که من کیستم، از کدام سرچشمه آب نوشیدم. ما مردمی ارزش محور هستیم. بارکالله. ما ارزش های خود رو همیشه حفظ میکنیم و در زمانهای قدیم شاید تازه نمیدونم هست یا نه، خب همین گونه انا بود که حجره باز میشد. بارکالله. چون اون سالها مثلا مثل زمانهای ما اونقدر زمانهای پیشرفت نبود و مردم بیشتر در همنشینی، در هم صحبتی، در یک جایگی بیشتر همین بزم ها می آراستند. و حجره بزم چگونه بود؟ به قول این کوربزم نیز میگویند نه؟ بله. براستی نمیدونم همین از سین خوردی به همین کفت و کوب
از طلبگیمون همون استادان بزرگمون درس میگفتن و ما را در روحیه همین خودشناسی هویت ملی و تندرستی تربیت کرده بودن. در ضمیر من همین کوفتکو میدونم شعله میزد یک مثل خاکستر تاریک میشد با لخچه داشت که را روشن میکرد. به همین چیزا بسیار شوق داشتم. کوفتکو میکردم که چیست. در مرکه میسوندیم مردم کرباز میگفتن یا که حجره باز. مثلا در وقتی که توی دامادی و عروسی میشد پیش از آن که شرابشون در بر تخت حافظ کنند حافظ خانه به خانه با همراهی اینجا مردم دفاوی میگفتن. اون کسی که دف میزد و موسیقی را جور میکرد با دنبوره جور میکرد و یک چیز بسیار گفتن وقتی که خوش می اومد و هم مردم کیف و سیفشون بلند میخست یکی از نمون داوخوابی ها سرش در هم دانو دف میدر اومد و یک عباره خیلی زیبا داشت و میگفت لیکاکیش کن. لیکاکیش کن یعنی لیکاکی به معنی که فقط ضربه به یک پنجه میزد. این از همون گویش های مردمی راه است. بله. چون ببینید که همین گویش در گویش مردمی راه عجب مثلا لهجه ها واژه های خیلی زیبا است. بله. خاصتا یک داستان عجیب است. زمانی در تاجیکستان همین فلک راغی مشهور شد که سالهای 60 بود. بله. در رادیوی کشور سرود دخترکی راغی صدا میداد. نه دخترکی راغی این داستانی دو جوان است. جوانی که در شهر به یک دخترک دیگه راغی عاشق میشود. هنگام دانشجویی. بله در هنگام دانشجویی عاشق میشود و میفهمد که او هم از راغ است. بله. خب خطا نکنم این همین روبایی ها همین سرود در ذهن کسی باقی مانده است چون یکی از سرود خیلی معروف است. خب میشود که یک پارچه‌اش رو برای ما یادآور شویم که چگونه سراییده میشد و چگونه بود. در زمانی که این برادرمان گفته گذاشتن ما یک ساله بودیم. سال 1959 تولد ما بود. خب از گذشتگاه خدمان کلانترهای خدمان همین را گفته گذاشتن به ما باقی مانده. رجب علی راغی بود. رجب علی راغی ایقدهای قشلاقی خواجه غلطان همسایگی من است. همسایه شما است. عجیب. برادرش فیضیمت نظرف خودی در همون ارجونیکزاباد وحدت قدیم یکجا خواندگی. هر دو یکجا تا 8 تمام کردیم تا 10 را تمام کردیم برادر عزیز. خلاصه انا اون جوانی را قطعی همون فیضیمت نظرف گذراندیم. برادر او رجب علی نظرف بود، برادر او دولمت نظرف بود، برادر او میرزومت نظرف بود، برادر او 7 برادر داشتن. همشون فلک می‌خوندن. همشون نه همه که رجب علی که از بس که همه شاعری قصه را قلم داشت همه بزرگ بسیار چون خیلی روبایت شاعرانه است. میشود که اجرا کنید. یادتون هست؟ ای دختر راغی گل روی تو چراغم همشهری من هستی و از گلشن راغم. انا از بس که گفتم که همه چیزا را ما در وقتش انا فرض کردیم انا یوش بدیم انا جونشی هم داره گفتن گذاشتن. قصه عشق آنها چی شد؟ قصه اون اخیر همو پسر همو دختره میگیره. بهترین همه دختره قاطی میگیره که داره همه گو چه خیلی بود که فرض کردیم این همه بسیاری آدما هستن که فرض کردیم با همه نطق با آواز بچه مثلا فرض کردیم فرهنگ ادب او عاشق میشوند. برای همه چیزا جوشی در حواسی عمو میشه که همو بعد خچم هم طریق وقتی رجب علی خچم و رفت دانشگاه همین کلاب تمام کرد. اخیر یک دختر قطعی سیاسی که عاشق شد همو را گرفت فرزنددار شد در چرمگاه پون چند سال زندگی کرد. محیط نظم میدونیم مشاهده کردم. تشکر. برادر عزیز بله اینجا یک سرود دیگر نیست هنرمندان آماده کردن. ای سرچشمه باغی بلبلانه وطنم ای خوش باد هوای بوستانه وطنم یک باری دیگر باد برد بر وطنم
دل پارک نمی یادی غریبی نکنمه فرزندی بهارانی گل افشانم منه ای پیوندی نیال ای پیوندی نیالانی گلستانم منه از پشتای پس یارایی ای از خاکی بلند ای از خاکی بلندی تا یکیستانم منه بشنو فلکا وطن گل افشان دشت است ای بالا با وطن ای بالا با وطن قیمت انسان گشت است جهد و تلاش با جهد و تلاش پیش وای ملت مانندی بیش یه مانندی بیشت تا چکیستان گشت هست یه مانندی بیشت تا چکیستان گشت هست عمر بود در هوسی رویت باشم بر خاک شوم خاکی سری کویت باشم فردای قیامت نروم جانب تو بی در سایه سروی قدیدی جویت باشم ای شاخی گلی تازه منم بلبل این باغ ای شاخی گلی تازه منم بلبل این باغ منظورم اگر شب تایی روی تو باشم روزه که فلک خان مرا نام ایلالیه خواست که من مایلی ابروی تو باشم
تو باشم چرا حجره باز میگفتن اینا؟ چی دلیل داشت؟ در زمانهای دوری تری میکروفون و این تکنیک وزیر زمان بود نبود اون وقتا. فقط با واسطه همین دف و تبلک و دمره و قیجک مردم را صدا میکردن. صدا میدادن و عجیب کار همین بود که وقتی که مردم توی دعوت میکردن مردم در خانه های در حجره ها میستاد، در بیرون بازم نمیکردن و همون حافظی خانه که دعوت شده بود خانه به خانه یا حجره به حجره میگشت بود نیم ساعت یا که 20 دقیقه بازم میکرد برای هر مردمی دعوت شده در داخل مثلا در خانه داخل حجره بازم میکرد و بعدن این کربازم به معنی تماما دیگر دارد. کربازمش اون است که اصلا به واسطه دف دو تا خیلی حافظی خوش سلیقه همین شهر میشوندن در بری تخت و اینجا عروس نیست شهر در بری تخت میشوندن از همه جور سر زانو ایستاده هر دو یا که 3 کس میدن یا 4 کس هم شدنش ممکن از دو بالا شدنش ایستادن ممکن همونها همین بزم کرده همون خیلی بر شوق و بر ذوق و همین خیلی دادن میشدن که تا نزدی شاه میرفتن میرسیدن یا شهر سرخ میکردن همون میرسیدن و به همین معنا بود که شهر سرخ کنید. یعنی چی؟ یعنی معنیش همین است که همون شاه از همون شوق و شوری که بزم میشد لاله رنگ میگشت. خب از هیجان شاید از هیجان هم شاید که همون از کیفیت همون بزم بله از هیجان همون بزم روحش هم تری بلند برده میشد و یک خیلی عجیبی دیگر در همین کرباز ما مشاهده رساندم. وقتی که میستودن دسترخوان میپرفتن با میستودن بعد پویاکی می اومد یک کسی پویاکی میگفتن مردم اونجا چلیم نبود چای میشدن خوراک میآوردن و دو کسی که در پهلوی شاه ایستاده بودن از طرف چپ و راست یعنی وزیرای شاه میستودن میگفتن که شهر سرخ کنید. بعد جز اون که بزم میکردن دفع بزم میشد و اولا که از هیجان بود نمیدونم از خرسندی از چیزی که باشد هر چیزی باشد نمیدونم همون لالگون میگشت همین رخسارش شمع میداشتن شمع نیو اصلا همین چیه لامپا میگفتن حاضر هم هست همون لامپا رو میگرفت همون پویاکی گو در نزد همون شمع تری خیلی نزدیکی نیه که بسوزه نزدیک همون از گرمی با همون رخساره یا که لینج بگیم از اون به زبان مردمی عادی شوروادی لینجش همون رخسارهش همون چیش با سرختر میشد مثل همین سیبن تری ارغوانی میگشت. انا بعد تکون تحقیق کردیم اوج بعد وقتی مرکه میشدن بود شاد میشدن این بعضی مکان باخر مردم شاد میشدن و اینجا شاه امر میکرد. عجیب کار ببینید شاه امر میکرد که برای میمانان دسترخوان کشایید. اونجا همون پویاکی بعد امر میکرد خزینه دار دسترخوانی کلان میپرتاد حجره ها کلان بودن 6 متر 10 متر سری شاشین بود داشتن. اونجا می آورد از نان و نقول بیشتر می آوردن نان کمتر میموندن و همین چهار مغز سیب هر چیزی که بود اونجا میمردن میپرفتن مردم چای میخورد. اگر در همین صورت اگر همون خزینه دار یا که گنجور میگفتن صاحب گنجور همون گنجور اگر صاحب گنجور اگر اندک دیری میکرد شاه اونجا سودگی با پویاکی امر میکرد که جزا دهید. این یک نوع بازی بود یک کیفیت بود جزا دهید میگفتن اگر نمول میون هم میگرفتن تری گریه سخت نمیکردن که میگفت همون میستاد و رنگ همون شاهوری در همون پشت همون میزد برای امری پادشاه که همون شهر با گرمانی اینجا کردی. این هم خیلی بزم‌های بعد با میستادن جمع میکردیم با همون بزم بعد کن اینجا چند حافظ بود بعد نوبت خیلی که این بچه‌ها خوندن با نوبت بعد فلک میزدن. عجیبش همین بود که نه خورد نه کودک نه کلانسو کسی حرف نمیزد کسی نمیجنبید گوش و هوش بودن همه گوش و هوش با شعر بود. من درک میکنم که اون مردم اون زمان امروز هم خیلی خدا را شکر هست اون زمان با معنی شعر میرسیدن درک میکردن. خب اصلا در فلک خاصتا فلک راقی بیشتر ربایی و غزل اجرا کرده میشه نه در قالب غزل و ربایی بیشتر آنها مثلا فلک بخوندن و بسیار واژه های عجیب نیست در نام رباعیات های خلقی بود. واژه های عجیبی که خاصی مردمی راقی است و خاصه در همین ناحیه شمس‌دین شاهین
همین گونه واژه ها را استفاده می‌بردن. یک لهجه خاص داشت که این آهسته آهسته وقتی که مثلا فلک در جمهوری تاجیکستان دیگر پهن گردید، اساسا در میان دیگر مردم ها نیز شنیده میشد. دیگر وقتی که آوازخوان ها اجرا میکردن، بازخوانی میکردن. بله. همون وقتی که همون واژه های مخصوص گفتیم موزیر گفتم که یک تاش لیکاکیش کن همین اگر دقت کنید همین واژه هایی هستند که از بگذار با همون خزینه تاریخ افتادن، نمیدونم از گوش گم شدن، لیکن واژه هایی هستند که برای زنده شدنشون ما نیاز داریم. اینا ببینید یک چیز برایتون ممکن پرگویی شود. وقتی که ما آفتاب نیول میگفتن، همین مردم آفتاب نیول میگفت یا ماه خسرو میگفت، در دیگر جاها نمیگفتن همین کلمه را. همین علی محمد مورد میگوید که وقتی که رفتم با استاد بازار صابر و لایق گلبسار صحبت کردم، گفت که این کتاب تا چی نموندی؟ میگه آفتاب نیول. بعد لایق که بازار صابر میشنید که آفتاب نیول چی معنا دارد؟ آفتاب نیول همین است که اینجا باران است و اینجا آفتاب، بعد اینجا تیرو کمان میبراید. انا همون مردم همینجا همین شورابا دوره آفتاب نیول میگن و یک بعضی روباش هم میگن. یا که توی روبا هم میگن. یا جای دیگر است ماه خسرو است. ما یک ماه پس دیگر اگر بیایید همین دشتو همه سفیدن. یک نوع تورتنکی است که تور میتند همینجا ماه خسرو. خلاص همین واژه‌هایی هستند که اینها را به آثارخانه فراموشی پرفتن در کار نیست. اینها باید زنده باشن، در گوش مردم استفاده بریم. بعد استاد بزرگ صابر نام کتابش همون آفتاب نیول. تشکر زیاد. شما نیز امروز با یک دستاویز به برنامه آمده و حتما که یک فلک میگیرید. فریاد دست فلکی جام کبوده جان یارانی مرا یگان آمده بود. جان گر قایده فلک همی خواهد بوده. جان یک روز دیگر نوبتی من خواهد شده. این فلک که شما اجرا کردید فلک دشتی میگویند، نه؟ فلک دشتی رو به همین گونه قاعده اجرایش دارد که دست در گوش بگذارید از آسمان رو نگاه میکنید. همون فلک جام کبودش همون آسمانی کبوده. ولی خیلی دیگه نوبت ماست. عجیب. خب اصلا شما از کدام ده هستید؟ این خواجه غلطان. اینجا نیست خیلی هنرمندان زیاد. هنرمندان زیاد دارن. اساساً انا اولاد ما با یک حساب هممون حافظیم. خب حافظی که شرم کردیم ای وقتش. غریمت بلبلوف میگن. اما خودش با ما بچه تقی قره اون. خب دادرم معلم شکرمند میگن. اونم حافظ. یک فرزند دیگه هم اومد میگن من چی ده گسیل کردیم مسکو ده اونم حافظای. خب انا سمت خلوف بچه تقمونای. خی خلاصه همه اولاد ما حافظ بودن. انا برادر ما انا جمعه نداری بسیار گپ معقول زد. در خاندانی نیست در این قشل خواجه غلطان که در این مرد کو به حساب زن و کمان حافظن میگن همه کار میکنن. خیلی فرض کردیم زندگی میکنن. بعد یک موقع اساسا در همین کاری صحرا بیشتر فلک در کاری صحرا بیشتر همین کسی که بده کار میکنن. همه جمع یک الهام میام گوش میگیره میزنه فلک. بعدم آدم‌ها بعد ای بالا یا ای پایین میرن که که نظر یک تگه بگم که همون با لذت ترینش هم یک تای ایهام گذاشت یک تای هم یک ترکی گفتیم با چیز زیادتر میشه. انا فرق کردیم بیننده و شنونده
میخوام که یک خب بچه بودید در صحرا کار میکردید آدم مثلا پیرمردان چگونه فلک میزدن؟ بسیاری آدم‌ها گذشته های خودشون بدم اونها فلک‌های خوب میزدن. فرض کردیم ایام دیهای خودتون بسیار بدن نماشونا گرفته میتونن بلبل غریمت خود نشی انا سفر قربانوف خوب برادر ما باشی انا قلمت اینایتوف برادر ما باشی انا خی شمال بله آدینایوف ببینید هستن بسیار واقعا همین هنرمندانی بودن که اینا مثلا خاصتا همین ژانرهای عنعنوی ما ژانرهایی هستن که استاد و شاگردی هستن استاد شاگردی هستن و خاصا ژانری فلک ژانری هست که طبیعی در خون و روح مردم ما است خاصتا مردم منطقه ختلان رحمت پدر مادر شمس‌الدین شاهینی برادر عزیزم این فلک یک چیزی است که یا با خداوند راز نیازی خدایی میکنه که همه دود دل همه براری همه چیزی که فرض کردیم در همون مثال فرض کردیم خانواده و زندگی میگذره وقتی که در قمل فرض کردیم این همه سرها که رفت ویزاد فلک همه یو ایبان میره خود تو حس میکنی که تا قدر میجو همین که همین داشته زندگی ما ایته دیل استا دیل ولی سوال عمرم بگذشت عمری دیگر نز مرا یا بگذشت جوانیم خبر نز مرا جانی او در آمد پیری های یا راهم بگریفتا راهی دیگر نست مرا تشکر زیاد. ببینید که مردم ما طبیعتا شاعر بودن. خب امروز که مثلا فلک بر رشته ادوار در آمد همچون به علم موسیقی وارد گردید و هنرمندان کسبی روی کار آمدن، مکتب های موسیقی روی کار آمد. اونجا مثلا با اونهایی که خواهشمند هستند درس میگویند، نازوکی های ژانر فلک را میآموزانند، ولی قبلا این گونه که نبود. اگر امروز برای کسی مثلا اگر ژانر فلک لازم شود، یک سرود فلکی لازم شود، کتاب ورق میزند، کتاب های کلاسیکان را ربایی ورق میزند، از شعرهای مؤلفی، غزلهای مؤلفی استفاده میبرد. ولی قبلا این گونه که نبود. یعنی مردم همون درد، رنج، همون فراق، همون احساس دلی خود را شعر میکردن. هرچند که اگر مثلا از وزن و قافیه و این چیزا ردیف و اینجا کمی مشکل داشت، ولی چقدر مضمون‌های شاعرانه در همون رباعی‌های مردمی نهفته است، مثلا در همین ژانر فلک. من بزرگان ما یک عنعنه خیلی خیلی خوب در همون زمان‌های گذشته باقی مانده است. یک کسی در همون ده اگر حافظ میشد، دیگری کلولگر میشد، سومی نمیدانم چوانداز میشد، چهارمی کیمکی میشد، حتما کوشش میکردن که اون مردم بین هم بیستادن و وقتی که میدیدن یک کس همین استعداد داره حافظی میکنه، دیگه میبینن که وای هنرمند است، کولگر است، به قول عمر خیام، همون دخترا میبردن به شاگردی قبول میکردن و همون هنری اجدادی را برای اونها انتقال میکردن، نشان میدادن. همین چیزا مردم از نسل به نسل میگذشت، دور میرفت. اینا ببینین در گذشته های خیلی دور همین بابا پیرک گفتن یک حافظ برآمده است. وقتی که یکی از من دختران بابا پیرک راغی بارکالله، یکی از دختران بدخشان خیلی زیبا بود است و خریدارش خیلی بسیار و بسیار، هرچند که میروان مردم خریداری میکنن، دختر خریدار قبول نمیکنن اما خریداره.
میدونم با کدام سبب قبول نمیکنه. وقتی که بابا پدک روغی اینا میشنود برای بحث کردن صحبت کردنش نزدیک همون دختر میخیزد میرود. اگر اجازت باشد من از کتاب میخونمش. خب چند پاره‌اش رو بله. میخونه؟ مثلا حکایت پیرک روغی معاشرت است نه؟ برکال معاشرت است. دختر وقتی که میشینن هم صحبت میشن دختر میگوید ای بابای جان من سلام علیکم، افتاده به جان من سلام علیکم، هر چیز طلب کنی تو را خواهم داد، تسبیح تو زان من سلام علیکم. یعنی با 4 مصرع شعر همون دختر میخواهد که رو به معاشرت دعوت کنم. به معاشرت دعوت کنم در همون جایش مغلوب سازه. با پیرک بداهتا جواب میگردن ای مونس جان من علیکم السلام، ای ورد زبان من علیکم السلام، بخشم به تو تسبیح عقیق ای دختر، ای آتش جان من علیکم السلام. همین خیلی تقریبا چند رو باید میشود زیاده از 100 مصرع میشود در همونجا بزم میکنن. در انتهای همون صحبت همون وقتی که دختر میبیند که همین بابا پیرک اون بابا پیرک اون پیر نبود، نامش بابا پیرک است و در آخر میگوید بابا پیرک دختر میگوید از دارایی هم بام جرس می آید، از دایره های بام جرس می آید، ازلی لبت تو را هوس می آید، گر بوسه زنی بروی من ای بابا، ترسم که در آن مقام کس می آید. بابا پیرک در جواب می گردند مرا به تو از بدنیل خدا آورده است، نیکو بنگر از کجا آورده است، ملک تو بدخشان و ولی از راغ است، دل بلبلی مست در نوا آورده است. خلاصه همین خیلی بحث مناظره بین آنها ادامه میاد. در انتها در ژانر فلک اجرا میکنه. در ژانر فلک با موسیقی اجرا میکنه. بله. در انتها بابا پیرک اون دختر با فرزندی بعد قبول میکنه. به همین دختر هم میبیند که بسیار همین بابا پیرک در حقیقت آدم خیلی دانشمند است، با او تن میده و پدری رو قبول میکنند. انا خب ببینید انا همین گفتم که از نسل به اون خاطر میگذرد که مردم ها با قول مردم اگر کوچکی بگیم بخیل نبودن. درست. همون کوشش میکردن که همین یک تره تیار کرده همون در همون جا تیار کرده با ویا برسونن که همون خودشناسی ملی اونقدر خیلی بلند بوده است. بله. تشویق میکردن ببینید همین دختر نریم اگر سفر و نظر و بابا شکور میگفتن، بابا لطیف میگفتن، صوفی نظریمت میگفتن، اینها در گذشته پدر دولتمند خال بله بای خلامت اینا بودن. اینو ببینین همه اونها بخیر میراث موندن. بله فرزندانشون یکی از همون نبیره هاشون یکی چبیره هاشون کسی به همونو پیروی میکردن، همون حافظی میکردن. بعد بابای اصحاب بود، فضل جان خان بود. امروز انا همونها آوردن دادن اینون همون اسبای تستکی روبایی را به دست این جوانان امروز که اینها گمان میکنم که همون اسب لجام میزنن و برای که همون تک بله. خب من فکر میکنم که در زمانی ما حفظ کردن سرود دیگر کاری ساده تر شده است. خیلی مردم دیگر مثلا این گونه دستگاه و اینقدر تکنولوژی و اون چیزهایی که امروز در زمان ما است، فقط مهم اون است که همون بایگانی رو باز کرد، پیدا کرد، آنها رو زیادتر اجرا کرد، زیادتر آنها رو بازخوانی کرد تا آنها از میان نروند، تا از ذهن مردم دور نشوند. تشکر زیاد. اودین هاشم پدرش حافظ بابای قاسم. بله. اودین هاشم خودش هم همش همون زاده بدخشان راغ هستن. اینجا کوچیده آمدن. انا فرزندش فرزنداش هردش رحمت الله با نبیرش فردوس حافظ. مثلا دولتمند خودش حافظ خیلی فلک سرای بزرگ، فرزندش لایق انانه‌های پدر را امروز خیلی خوب دوام داده است. یک عجیبی کار همین است که مردم ما وقتی که خیلی اینجا کوهستان است مردم رو به شهر آوردن، همه حافظامون رفتن همون. بله در همون جا هم ادامه دادن. در همون جا فرض ببینید اپگل چهره از اینجا رفت در شهر ادامه داد. امروز یکی از فلک سرایان خیلی ممتاز زمانو دیرکتوری گمان میکنم انسامبل فلک ناصر سفرو، پدرش همون کریم چپا میگفتن.
بعد از چاپش گیجک می‌آورد. این امروز همون انانه‌های اونها هم زوده پرورده همین دیوری تیره هستن. همون انانه‌ها رو ادامه داده هستن. گمان میکنم که این چیز از بین نمیره. صحبت خیلی جالب بود. از این گونه صحبت ها غذای معنوی بیشتر میگیریم. خب خاصه برای ما جوان ها این گونه صحبت ها بسیار تاثیر بخش است، بسیار مفید است و ما بیشتر آگاه میشویم. و دوستان عزیز همینجا به انتهای برنامه گنجو رسیدیم. نظر میشیم که ما این برنامه را از ناحیه شمس‌الدین شاهین پیشنهاد شما کردیم و در حلقه هنرمندان و مردان برومند این دیار اینجا در انتها باز هم یک ترانه دلنشین از ژندری فلک پیشنهاد می شود. تا دیدار دیگر سربلند و فیروز باشید. خیر. جانی من در دشتی تیره باغ بوستان را ببین چکچکی به مینتی و زاده مردان را ببین چکچکی به مینتی و زاده مردان را ببین از جلوی سبی خوبان شسری خلقش بلند از جلوی سبی خوبان شسری خلقش بلند سرفراز از بخت و طوله مرد دهقان را ببین سرفراز از بخت و طوله مرد دهقان را ببین بر زیارت رو بسوی حضرتی امام نگر با زیارت رو بسوی حضرتی امام نگر در و بالایش برای دشتی خطران رو ببین گر و بالایش برای دشتی خطران رو ببین کسبی دل را میشینانه شگری شولش داره کسبی دل را میشینانه شگری شولش داره پیسایی سر مغز یخمن های خمبان رو ببین پیسایی سر مغز یخمن های خمبان رو ببین پیسایی سر مغز یخمن های خمبان رو ببین جانی من در دشتی تیره باغ بوستان رو ببین چکچکی ببینتی و زاده مردان رو ببین چکچکی ببینتی و زاده مردان رو ببین میخنده میخنده روی مالک کج میبنده میخنده میخنده روی مالک کج میبنده تنها با باغ میروم اخوری لبش زبنده تنها با باغ میروم خوری لبش زبنده انار انار صدقه پیکی بهار صدقه پیکی بهار صدقه انار انار صدقه پیکی بهار